برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان گرامی، در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. امروز در برنامه افسانه میگوییم. افسانه پیش از خواب دور و دراز فصل سرما، افسانه برق. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن به کاراندازی چرخه اول نیروگاه آبی و برقی راغون گفته بود من بعد لیمیت برق افسانه خواهد شد. همین حرف ها چند سال پیش هم گفته شده بودند ولی به افسانه تبدیل نیافته بود. با امید این که این گپش به واقعیت تبدیل خواهد شد، امامعلی رحمان در حالت به کاراندازی چرخه راغون باز این حرفش را تکرار کرد و گفت اکنون لیمیت برق به افسانه تبدیل خواهد شد. از آن زمان 2 سال گذشت و حالا از سردی های در چند سال آخر مردم به خود میپیچد و افسانه برق را عمیق‌ترش برق را خواب میبیند، هم به معنی مجازی و هم اصلی. زیرا تا دیروز برق اساساً شبانه، زمانی که مردم خوابیده بودند، داده میشد. شروع از دیروز، عمیق‌ترش پریروز، برق خانه های مردم شبانه هم قطع می شود. برخی کارشناسان بر این نظرند که امکان دارد زمستان سال 2008-2009 تکرار شود. آن زمستان مردم 1 ماه تمام اصلاً برق را ندیده بودند و 5-6 ماه تنها 3-4 ساعتی چراغ‌های خانه‌شان اطرافش را بنابر شدت خیلی پست جریان برق با مشکل روشن می‌کرد. از سردی‌های زمستان آن سال صدها نفر جان باختند و سبب اصلی مرگ آنها نبودن برق در خانه‌ها و حتی بیمارخانه‌ها بود. یادتان هست نبودن برق در بیمارخانه‌ها باعث شده بود هزارها جراحی متوقف شوند و صدها نفر با بدترین درد و عذاب جهان را پدرود گویند. چندین نفران بودند که بیمار در تگ جراحی برق خاموش می شود. ساکنان خانه های بلند آشیانه مجبور شدند در خانه هایشان بخاری های قدیمی نصب کنند و به آشیانه 5م و 6م و 10م و 15م انگشت و هیزم کشانند. 10 پیر کودک از سردی خانه ها یخ کرده جان باختند. همین حکومت امروزه همون روزها را هم به ما نشان داد. اکنون اینک 2 ماه است که لیمیت برق به تاجیکستان برگشته است و روز تا روز بیشتر می شود. اگر تا 2 روز پیش انتقال برق تنها روزانه قطع می شد، از سنه 22 نوامبر شبانه هم برق نیست. اکنون مردم از ساعت 5 تا 7 صبح و از 18 تا 22 شب با برق تامین می شود. همگی 6 ساعت. در برخی نواحی 6 ساعت هم نه، 5 ساعت. طبق گزارش رادیوی آزادی، حالا ساکنان شهرک چارق دایرانی شهر گلستان به نصب بخاری های بابایی شروع کردند. پیچکه امکان دارد روزهای نزدیک ساکنان شهرهای دیگر نیز به خونگی ها تاب نآورده بخاری های قدیمی را بعد 11 سال دوباره به بلند آشیانه ها برگردانند. حالا ما شاهدی تپک کشانی به آشیانه های 10م و 11م میشویم. قیمت انگشت و هیزم و حتی تپک به مراتب بالا رفته است و بیشتری مردم قدرت خریداری آن را ندارند. در همین حال حکومت کشور نیت دارد برای ساختمان راغون و با هدف مبلغ گذاری به تطبیق لایحه های دولتی در بخش الکتروانرژیتیک
باز بیش از 500 میلیون دلار قرض گرفت. بیش از نیم میلیارد دلار. 340 میلیون دلاری آن برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون پیش بینی شده است. این مبلغ را حکومت تاجیکستان نیت دارد که از بانک های اروپایی کردیت سوئیس شویتزاریا و لندسبانک بیدن وارتنبرگ آلمان دریافت نماید. همچنین مقامات کشور نیت دارد برای لایحه عاید به کاهش تلفات برق در ولایت ختلان 20 میلیون دلار، لایحه عاید به رشد ساحه الکتروانرژیتیک 25 میلیون دلار و لایحه تجدید و برقرارسازی نیروگاه برق آبی نارک مرحله 2 50 میلیون دلار قرض پیدا کند. با نظر داشت دیگر ساحه ها برای عملی سازی 8 لایحه در عموم جلب 562 میلیون دلار در نظر است. همچنین برای مرحله اول تعمیر نیروگاه آبی و برقی نارک که سال 2019 شروع شد 350 میلیون دلار ضرور است. حکومت قسمت از آن را در شکل قرض و گرانت علاکر دریافت کرده و در حال دریافت قسمت دیگرش است. برای مرحله دوم تعمیر این نیروگاه نیز باز 350 میلیون دیگر لازم است. در عموم 700 میلیون دلار. خلاصه برای دو پروژه برقی کشوری که تا ماه پیش حدود 200 میلیون دلار سالانه از صادرات برقش فایده می گرفت میخواهد اکنون 1 میلیارد و 300 میلیون دلار قرض و گرانت گیرد. 1 میلیارد و 300 میلیون دلار. سال گذشته هم حکومت با فروش یوروباند ها برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 500 میلیون دلار قرض دریافت کرده بود. با در نظر داشتی آن در 2-3 سال برای دو نیروگاه حکومت تاجیکستان قریب 2 میلیارد دلار قرض میگیرد. 2 میلیارد دلار. فروش یوروباند ها در سال 2019 قرض خارجی تاجیکستان را یک باره 20% افزایش داد و به 3 میلیارد دلار رساند. دو قرض بزرگ دیگر که حکومت تصمیم دارد این سال و سال آینده دریافت کند می تواند باعث افزایش 50% قرض خارجی گشته آن را به بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون رساند. 4.5 میلیارد. ولی مردم برق ندارد. با همین قرضگیری های هنگفت، نقشه های قرضگیری های هنگفت، تاجیکستان را به آب خنک شناندن ها، مردم برق ندارد. مقامات نه تنها سبب نبودن برق را رسما شرح نمیدهند، فریب هم میکنند. هر دفعه بهانه های گوناگونی پیش می آورند. 1 ماه قبل ناظر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک گفته بود که قطع برق به تعمیرهای جاری برای آمادگی به زمستان صورت میگیرد تا مردم در سردی ها از نبودن برق اذیت نکشند. حالا سردی ها فرا رسیدند و از برق درکی نیست. در جمعیت سهامی کشاده شبکه های برق کولاب به خبرگزاری از پلیس گفتند که قطع انتقال برق در منطقه کولاب به کمشوی ذخیره آب در آبانبار نارک وابسته است. 1 بام و 2 هوا. یکیش میبراید میگوید که سطح آب پایین فرآمده است، یکیش میبراید میگوید که نه همه جا گل است، ما تعمیر کرده ایستادیم حالا همه جا را باز گل میکنیم، همه جا نورن علی نور می شود. 1 بام و 2 هوا. همین مسئولین منطقه‌ای گفتند که سطح آب در آبانبار نارک نسبت به همین دوره سال گذشته 2.5 متر پایین است. با فرارسی سردی ها مردم هم به زیاد استفاده کردن برق شروع نمودند. مثلا در ماه اکتبر همین سال ساکنان منطقه کولاب 10 میلیون کیلووات ساعت زیادتر در مقایسه به سال پیشین برق استفاده کردند.
مقامات وعده کردند یک هفته یا از همه دیرترش پس از 10 روز وضعیت به اعتدال آمده اهالی در حجم پر را با برق تامین خواهد شد. یعنی دوباره لیمیت برق برای چند روز یا ماه افزوده می شود. همین گپ را چند بار می شنود بیچاره مردم. ماه августи соли ҷорӣ ки чанд ҳафта лимити барқ ҷорӣ шуд, мақомот эълон карда буданд ки сабаби ҷоришавии лимити барқ камбудии об дар обанбори норак аст ки 17 метр поёнтар аз сатҳи ҳамин давраи соли гузашта гуфта шудааст. ин амр боис шудааст интиқоли барқ ба Афғонистон ҳам 90% камтар шавад. ҳоло мо ба ин бовар намекунем. он рӯз خبر نشر شد که در ماه همین اکتبر هم تاجیکستان به خارج به افغانستان به ازبکستان برق فروخته است. در ماه اکتبر برای برق زیاد استحصال کردن باید چرخه های علاوگی به کار درآیند. آبی ذخیروی باید سر داده شود. آب ذخیروی که سر داده شد آب کم می شود در آب انبار. آب انبار که کم شد در زمستان آبی سراب‌ها یخ میکند. در رودخانه ها آب کم می شود. در زمستان چگونه آب زیاد میکنید وقتی که آب نمی بیاید؟ سبب سطح پایین آب در آب انبار این بوده که تیرماه زمستان سال 2019-2020 در منطقه های تشکلیابی مجرای دریاهای وخش و 5 بارشات برف به نهایت کم بود و 50% حجم سالهای گذشته را تشکیل کرد. همان وقت مقامات هشدار داده بودند که اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کند ذخیره آب در آب انبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه‌های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید. زیرا در کشور 50% برق استحصال شده را اهالی استفاده می برد. پس اگر چنین باشد چرا تا ماه اکتبر تا آخر ماه اکتبر شما به خارج برق فروختید؟ چرا غم پر شدن آب انبار را نکردید؟ غم خلق را نخوردید؟ گور سوزد و دیگ جوشد شما به خارج برق فروختید تا ماه امین آخر ماه اکتبر. دیروز بود یا پری روز بود رسانه‌ای شد. حالا برخی از کارشناسان به این نظرند که حکومت آن زمان جای این که آب انبار را پر کند به خاطر در عرفه انتخابات جاری نکردن لیمیت مردم را پر را با برق تامین کرد. حادثه بلاروسیه به تاجیکستان کوچیده نشود، در تاجیکستان تکرار نشود گفته اینها دغل شود هم ازار را ترک کرده بودند. برای همین کوشش کردن در وقت انتخابات یگان حادثه روی ندهد، با تخت جنابشان به لرزه ندرآید. انا برای همین آب انبار را خالی کردند. یک کاری کرده جنابشان از انتخابات صحت سلامت گذرد، حادثه بلاروس به تاجیکستان نبیاید، در زمستان خلق مورد هم هیچ کار نمیکند. برای همین ماه نوامبر نیو یک ماه پیشتر انتخابات گذشت. همتونی؟ انا برای همین یک ماه پیشتر انتخابات گذشت. میدونستند که بعد از یک ماه چه حادثه روی میتید. آب انبارها خالی، برق نمی شود، همه جا سرحدها محکم، نرخها برداشته می شود. می توانست مردم شور بردارد در وقت انتخابات. حادثه بلاروسیه به تاجیکستان بیاید. اکنون همین باعث شد که در عرفه زمستان سطح آب در آب انبارها پست ماند و حالا بعد گذشتن انتخابات مجبور به جاری کردن لیمیت شده است.
2 سال قبل امام علی رحمان همراه پسرش رستم امام علی مثل یک قهرمان از افسانه های قدیمی از روی گلهای زیر پایش ریخته صدها دختری جوان قدم میزد تا به منبر برود و بگوید لیمیت برق افسانه شد. این گلپاشی زیر قدم پیشوایشان نمایش بود که 100 سال آخر دیده نشده است و باید گفت تاجیکان را بار دیگر خنده خریش جهانیان کرد. مردمی 20 چند سال از بیبرقی اذیت کشیده به خاطر برگشت روشنی به خانه هایش این مسخره بازی را هم خرد کرد، فرو برد. بلکه اکثر حتی پس اکران های تلویزیون به پا شده و از جای خسته به روشنایی آور زمان کفکوبی کردند. ای خندت زن انا برق آمد گفته. حالا باشد چی؟ حالا آن دخترانی که زیر پای روشنگر عصر گل پاشیدند، مردمی که با افسانه برق اللهشان گفت و برایشان کفکوبی کردند، موی سفیدانی که از مسجدها آورده شدند تا برایش دعا گویند، خوانندگان دانشجویانی که 1 ماه دراز مرشرافکه جشن راغون کردند، نه برق دارند، نه هیزم و انگشت و نه حتی تپک و از خنکی می لرزند. اما نه بنیادگری راغون و نه هیچ از مقاماتش به مردم شرح نمی دهد که لیمیت افسانه شده چرا برگشت. لیمیت چرا برگشت؟ با چرا ما لیمیت می بینیم؟ با چرا برق خاموش می شود؟ چرخه های به کار در آمده راغون کجاست؟ حالا درباره راغون گپ رفت. طبق معلومات آبانبار نیروگاه برق آبی راغون کمش تا 17 سال دیگر با آب پر می شود. یعنی برای با آب پر شدن آبانبار نیروگاه برق آبی راغون 17 سال دیگر لازم است. اما کارشناسان ساحه اکولوژی میگویند تا سال 2050 نیمه از پریخ‌هایی که رود وخش را سیراب میکنند از بین میروند. یعنی امکان دارد فرصت پر شدن آبانبار نیروگاه برقی آبی راغون با آب هم نشود. این فرصت هم نبیاید که نیروگاه با آب پر شود آبانبار. الله نشان ندهد که این طور شود که واقعا اگر این طور شود برق افسانه می شود. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی می کنم. برنامه های رادیویی ما و مطلب های ما را در پایگاه پیام نقطه نت و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه ها و همکاری های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.